اگر لنکروز دارین حتما این پست رو تا آخر نگاه کنید. برای تعویض پمپ بنزینمون ابتدا جک رو میزنیم تا ماشینمون بره بالا تا بتونیم باکو در بیاریم. تعویض پمپ بنزین با باک خالی باید به ما مراجعه کنیم، ولی این ماشین چون فورس ماژور به ما مراجعه کردن باکشون پر بود، ولی ما تو هر شرایطی کارو انجام میدیم براتون. در اینجا اتصالات باکو جدا میکنیم. پروسه خیلی سنگینی هستش، همکارام 3 نفری دارن زحمت میکشن باکو بیارن پایین. در انتها باک به این صورت جدا شد. بالاخره با توجه به مشقت‌های زیاد باک پایین اومد. ما اینجا میتونستیم پمپ بنزینشون رو تعویض کامل انجام بدیم که یه هزینه خیلی بالایی براشون داشت، ولی ما با تعرفه 1/3 تا 1/4 براشون تعمیرات انجام میدیم. صرفا بعد از بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم مغزی پمپمون باید تعویض بشه. بعد از تعویض مغزی پمپمون و شستشوی داخل و بیرونش آماده شده برای نصب. اینم از خروجی کارمون. لنکروزمون آماده شد، میتونم بیان تحویل بگیرم.